النکاح من سنتی. خب 30 تا لیمبو امانی خشک می سالن کا بیچاره بیچاره ماشینا آجی بابایی که داریم میگیم. سلام آجی. 4:30 صبح. خب اینا از خواهرزاده و برادرزاده هم واسه رو گپ کنم. تی نام کہیں؟ آنیه. تی؟ نجلا. बहुत जानते मर्दों फजीले ये शुमाइले तशक्कुर मेर्सी ममनून दूलन रफ्ती जानशोदक दूला सालुक बिस्मिल्लाह اولین لقمه نگاه کن بگا خب این خونه هایی که داریم میبینین خونه حاجی بابا है نگاه عظیم میرم آشپز کنه آشپز گرفتگی بٹمٹ سالوکی ہے بعد ہم بخوره نکاح ہے میڈم والی چیز مثلو ڈالی سیر میاد. خب همه صبحونه خوردن رفتن الان صبحونه میخوریم و میریم به سمت کمپان یعنی حیات یه خونه دیگه که اونجا دارن غذا درست میکنن که بهتون نشون بدیم ببینیم چجوریه. خلاصه تخم‌مرغ مای فیورت درست کردن. اینم لواش محلی 2 مدل چایی شیرچا و سلیمانی چا. به چایی ما اینجا میگیم سلیمانی چا. اینم که شیرچا من که این کڑک شیرچا اینو دوست ندارم فعلا دوست انرژی ندارم. بسم الله. که حال میده. خب داریم میریم سمت کمپان. سلام علیکم چطور شما؟ چندینی بیسازا؟ خب چوٹو گوڑا دوستانو عظیم میرم آشپز کنه آشپز گرفتگی بٹمٹ سالوکی ہے بعد ہم بخوره نکاح ہے ما میرم اونجا یه خونه هست که 15 لویک درست میکنی کمپان لویک 15 درست میکنی انشالله تا عصر مغرب درست میشه. امروز میخوام یه ولاگی که نمیدونم چطور در میاد بهتون نشون بدیم که عروسای بلوچ ها چی جوری میشه. الان این عروسی که ما داریم در حد متوسطه یا به پایینه به چیه من آره متوسطه ولی خیلی خیلی امیری یا پولداری هم میشه درست کرد و هستن و خیلی پایینی هم هست. ما در حدی که میتونستیم گفتیم یه ولاگ بگیریم. من صبح که داشتم مسواک میزدم گفتم خب یوتیوب هست فیلم هست موبایل هست هندزفری هست چرا یه کلیپ نگیرم براتون؟ باید بگیر به مردم نشون بده که عروس ما اینجوری میشه. یادتون نرو سابسکرایب لایک کامنت حتما ضرور فراموش نشده. خب این خونه هایی که داریم میبینین خونه حاجی باباه. نگاه کن گلم کاغذی هم یکی درم یکی همه چیزشون یکیه. حالا چرا؟ چون که
کی لوگ تا این حاجی آقای حاجی بهتری از اینجا درجه یک ایشن تو بلوگ از اینجا همین طرفه. خب فکر کنم دوربین کثیف حساب کنم تمیزش کنم. خب اینم از محل فقط حیات خونه‌اره اینجا ماشاءالله. اون لویگه یکی ریرکا یرکا استفانی چونه ترا لایبو لایک بجا सब्सक्राइब अस्सलाम वालेकुम गोले पार्टियां ये मैं आसिफ जान है ये मांगता दालचीनी है दालचीनी हाँ उस्तादात मैं तो कार कुछ ना खाए मामा इस लोग ने कार हाँ वस्त्र गाप पकाना सलाम बजा हाँ मौला अंशु अस्सलाम वालेकुम पार्टियां ये मैं इशांबा रहा क्या रहा रात का होलो हाँ ओके रबड़ी ए अब्दी दादा ए कास नहीं है दा कास माशिया ना बोल रहा हूँ चाकू आ ये दो अच्छी शामों ते जनो गोश्त तो उससे शेने का गेप तो बुरा मांग कुछ ए मलिचो अरे पहले माशमा वाक और नकने पेस्तक मेस्तक मनी मोल्ला गलाना ले मुती दो से दिला अरे यादगीर मत दाना क्या करना किस में चोट नहीं ऐसी ऐसे दास्ता देश से लूई जगह होगा नहीं अब्दुल्ला अबरा ये उस्ताद कपा ले मत सोचेगा नहीं तो नहीं वापस गए हाँ ची वास्ता موجود نمازی جوه بعدش بریم خب دوستان بعد 2 ساعت ما از مسجد اومدیم اینجا شروع شده آشپزی اور همه بچه ها فرار کردن کاریا ما که جیم خودمون زدیم رفتیم هم نمازی خوندیم و ایچی دیگه. سلام علیکم استاد چطوره؟ درده برابره؟ پله امامشه شروع دوستان. گلاب، آب لیمو، ادویه‌های مخصوص، رنگ جدا کن فلفل عشق من मुर्गी हाँ अभी بابا اومدین دنبال زارا بکا. خب برابر تازه از خواب بیدار شده. मैडम वाले चीज मिसलो डाली चंडी चंडी واجو سيره بقى اشمال واجو سيره واجو اتمدار قد بالا دني بدار टेक्नोलॉजी लाइक अभी जा लाइक ये बाबा गोला में अलकलीले अलखई वारबी बारबी सोबेनारी पजरे मुरब्बा लाइक सब्सक्राइब कने सब्सक्राइब कने हिसाब से गाता मनो गोलेस्ता दीद्रात के आका माटी गनेस्ता वाजल नामा गिरान का के दोला बंदे वज जाना भी सिंगार इसके दोला बंदे वज जाना भी सिंगार फिर कन गाड़ी गजरा के ये वाजले बाटो नि सीनो नि होता شابه رفتن سر داخل این شابه عمرم ندیدم بیسمارک چیه کرابی بیاده زیر ششو مکه
اوه جام یخ سرخانه بستنی این دنزکانیه برپگانی یار. خب این خونه هایی که دارین میبینین خونه حاجی باباه. نگاه کن گلم کاغذی هم یکی، درم یکی، همه چیزشون یکیه. حالا چرا؟ چون که کی لوگ دایه؟ حاجی آقای حاجی بهتری از اینجا درجه یک میشن تو لوگ از اینجا همین طرفه. خب فکر کنم دوربین کثیف حساب کنم تمیزش کنم. خب این خونه که دیدین خونه حاجی باباه، حاجی عباب ما بهش میگیم که خونه دوتا زناش اینجاه، یعنی مادرای ما اینجا هستن. سم خونه میخوای زن بگیری باید خونه یکی همرنگ باشه، کاغذ گل چی کاغذ دی چی کاغذ گل کاغذی گل کاغذی هم که رشد میکنه باید یه رنگ باشه وگرنه جمپ میشه. پس فکراتون رو بکنین بعد برین زن بگیری. فهمیدین؟ حالا ما اومدیم دوباره کمپان، اونا اوکی کردیم، آب و تو سردخونه گذاشتیم و اومدیم باز ببینیم اینجا چه خبره. ولی متاسفانه از اینجا دیگه جا موندیم، نمیدونیم غذا چطور شد، چجوری درست شد، تا کجا رفته غذا. استاد ما شده اودا تو چی ما کو ما شده اودا ادا گورجا پیماز اولا پیماز تام پتا تو چی ماکتا گورجا ما کو گورجا ران گوشتا اوکی گوشتا چران نیم کم که تور مورد نیم مساله و سیک یعنی گوشت بره سیک سره اوکی کارا نیم مساله ان شاء الله. الو पता भी दिन पूरी बड़ी आओ छोटू घोड़ा अच्छी भी गए सेब जमीनी भी पूरे पकत सेब जमीनी पकत इंजोरी तो चीची कार कर दी امروز من زیاد کار کردم، دار بربر کردم، بیمت بسر نمیدونم گرجا سیب زمینی سیب درختی. हमें मुश्तबा چیکار کرده उसको बहुत आपा है बर्बाद है هیچ کار غلام چیکار کرده باربی صوبه ناری قشنگ مربع. ماشاءالله یا کن اینا رو. اوه خیلی میزنه فکر کنم. چیزای نعمت خداوند رو نگاه کنی چه چیزایی اینجا هست. چه به این مور میگن چی میگن بال پرم نمیگن. این کوکوڑه این چیه بول قلمونه. این مور چرا رنگش رفته دوستان. این خیلی میزنه انگار شیطونه. اینجا پس هست اینجا خیلی چیزای خوبی هست پرش نمیکنن. خلاصه واه اینا رو نگاه کن چقدر اینا خوبه. گوشاشو نگاه کن. مرد این گوشاشو نگاه کن. آواز فرما آواز فرما بگا 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 आओ ब्रो आहिस्ता 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 आओ बिजनेस अब उठी बया छोटू کجا راستا پلم از همون موقع جیم بود یعنی هیچ کاری نکرده هیچ شد مر نکن فقط گوشت آشکال بخوری فقط آشکال یه بسته ये चीचो दाना आता तभी था तकरीबन 2 प्लास्टिक एक प्लास्टिक का 500 दाना 1000 تا گوشت آوردم که داره میخوره که چرا. خب این نگاه مرغا چش تو شوکی چی پلپلوی مرغ پلپلو بالدار پوتی پوتی این عروسی که امروز ما هستیم عروسی داداش کوچیکه منه یعنی اما آخری داداشه. آره فکر کنم
آره دیگه، چون که بابام ماشاءالله 4 تا زن داره، ماشاءالله کنین. آره آره آخری پسر آخره. همون خونهایی که بهتون نشون دادم 2 تا از خانمای حاجی اونجا خونه بود. یه خونه دیگه که قبلا فیلم برداری کردم اون 2 تا اونجاه. خانمای حاجی یعنی مادرانمون ماشاءالله همه با هم رفیق و جینگ و شیشن، همه میدونن. جالب تر از همه این که این با عروسی اون اومده، اون با عروسی این اومده، این رفته برای اون خواستگاری، اون رفته برای این خواستگاری. برای بابام. چی فکر میکنی؟ پس دنبال کن آخر بریم با هم. یکیشو میکنم درست اینو رو اینجوری میکنن، خاکی میخورنشون. اگه میخوای بشوری فلان کنی اصارش میره میخوری. مرغا رو خب الان باید مرغا رو سوختم. چشم تازه عمل کردم. چقدر حرارت زیاده اینجا. چطورینی؟ اینم آقای محسن اموزاده ما. همین کرا چی که ما آب مان کم و تیگا چی؟ بینی اینم از ادویه بریانی دوستان. این استادمون یه جوری درست میکنه دوستان که زیاد تند نباشه، غذای ملایم و خوب. بعضی هستن فقط ادویه میریزن. استاد ما بخش اونا اندازه باز تو چاک میلاته اشکی مساله ورگایتا پورا نورمال. 30 تا از این لیمبو عمانی ریخته حساب سرا. حال کن فقط چجوری بازش کرد. اینم از کوتیرا مرچ. واو نسو چه آهسته آهسته. جلدی کن از این ور یه بار شسته میشه، دوباره میاد اینجا شسته میشه، بعد میره توی لویگ اینجا شسته میشه. 30 تا لیمبو عمانی خشک میدیم. 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. 3 تا اضافه فقط به خاطر شما. چشام سوخت. خب اچ ما شیدا ما چیز شما رو پیش دارم بچارتی ماشاءالله. واو چی آره اداچ ماشاءالله ماشاءالله چارش تو شوکه. انشالله این داداشمون هم اینجوری خوشگل خوشبخت باشه، خوش نصیب اینجوری باشه ماشاءالله. تو شوکه خب اینم از دیگه آب گوشتی. آب یکم ریخت بعد گوشت میاد. سوختم. وای لایک و کامنت و سابسکرایب باید برسه به ما دیگه. ما این همه داریم لحظه به لحظه داریم براتون میگیریم. اینم رنگ دوستان
گوشتا جلدی گوشتا اوکی کنه علاوه کنه. چیچو بچتا غلام چیچو بچتا. این رنگ دوستان واو. خب بریم ببینیم این چجوریه. ماشاءالله 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 واو. خب رنگ اضافه میشه دیگه اولی. خب بعد رنگ دوستان سیر میاد. این همه تعریف دارم میکنم. آجی هم اومد. این هم آجی رونمایی میکنم. آجی بابایی که داریم میگیم. سلام آجی. پیازم میره اینجا. گینی چو ما که استاد. خب اینجا دوستان ادویه ریزی میشه. دوستان دارن برای امشب اوکی میکنن که مردمایی که میاد بشینن. اولا قرار گوگ گوشت میشه نداتا نکشتارگاه. ای آب گوشته که استاد من بخش. یوتیوبر آتے ہیں استاد. از آن مغرب به افق پیشی یه آب پیدا به یه مو آب گوشته. فلفل هم میاد دو آب گوشت. از ادویه زیره دوستان. زیره با برگ بو بده استادا. آفرین. هر 3 تا نمک برای 15 کیلو برنج. آره هر 3 تا نمک برای 15 کیلو برنج. هوا رو حال کن. جاتون خالی. به به. تازه آب لیمبو ها رو آوردن. اشتباه بود. بیا بدهی. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ایرگا دپی بند کن. بند کنه دپا نبندی. آچار رو بیار. آچار. اینم تو آب گوشت آب لیمبو میره. واه واه. آب گوشت بلوچی. وایر जाता उधर बारगा ओके कहां بیا اینگو بیا اینچو پشتا. برو संभाल بسم الله. بس ایر کم دا. بیاری نزدیکتر. بندی این قسمت آب کشی برنج 2 تا شد. خب خب شب شد و این نوبت گلاب میره. به به. خب روغن میاد. بیا بابا برنجا بیار. سورینان کنه ریچان کنه. اینم روغن اینجوری میره روش. این هم رنگ
چه بوی. سوپرا کجا بی؟ روغن موغن نری چندی؟ روغن ریچی نه کڑی پیرن نه باید پی بی بیته مستری کن ایشه وایل دیگه کی چی کنه شکر بله ادار را یکی ادویه بسته پایین یکی بالا این سفره هم میاد توکا جالا یر که آو جالا چو پچکم بجینی سر دستی بلی لیچانتے تمام میره رو دم بیا آو برابر ہے ایسا آو بسم اللہ اوسا برابر ہے نمک وہ درو سبق قسم برابر تو دامت کا کسا شهر را محمد همین اندازه مردم دارن میان دائما گوشت مار کا بانده برو نیتامودنین همدنین واسطا. خب دوستان آماده شدیم داریم میریم مراسم نکاحی ما اینه که جدا از خانواده جدا یا مسجد گرفته میشه تا یا یه جای محفل مردا. اوکی انسپری هم گذاشتم دیگه شب شد و بریم ادامه. این مظلومات هنوز جهند بنده کدی رو آرش کرد النکاح من سنتی و مسمات مریم بهار آسمانی بنت عثمان به مبلغ 200 مسقال طلا که مبلغ 20 مسقال تو نقدن ادا کته و دیگه 180 مسقال تی ذمه یا قرض واجب الادای و همه دار یک دستگاه منزل مسکونی واقع در پیشین به همه مهر و جهاز تی نکاح شهریات داد و بخشید. قبول کردم. قبول کردم. الحمدلله رب العالمین و صلوات و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله کنه گونه رکب اللهم الفنا ما كما الفت بین محمد و خدیجه وكما الفت بین علی و فاطمه وكما الفت بین موسی و هارون. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا गट पीस है तो गोल ही क्या गोल है सोपरे प्यार था छोटू दिया मैं बहुत चू देखो बड़ा अभी भी सर जी ऐसे डर तो ऐसे हर जो गुटका पीछे से छोटू गुटका छोका از پاکستان آورده نگاه کن
خب الحمدلله خدا رو شکر واشی سلامتی این محفل شام و نکاح ما تموم شد. ملت یک به یک دارن میشن میرن خونه هاشون. حالا غذا 4-5 تا میبریم به سمت خانواده، یعنی خانوما اونو جدا میبرن. بعد اینکه کل عروسی چی میگن یه چیزی میگن که میگه هر چی هم بدی بازم یه چیزی میاد میگه که شور بود، ترش بود، شیرین بود، کم بود، زیاد بود. خلاصه چری گوره روغنا پر وینه چری روغنا اوف 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 جاتون خالی. بسم الله. اولین لقمه نگاه کن. جان से बिजली टेंट मैं अवली दपा और उसका जो वर्गा हूँ उसकी दादी वर्गा बोला बराबर है भाई काश है माशाल्लाह 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 हाजी समीर सादत में दीवाना सारी मदर चोरा को आगे में माचा करे औलादे द्वारा में दिले बंदे खुशी मकला ताना खुशी मकला ताना ले वत पीराना नाज़िना बलूचाना नाज़िना बलूचाना नाज़िना बलूचाना नाज़िना बलूचाना बलूचा बलूचा नाज़िना बलूचा 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 नाज़िना बलूचा सर सब से बलूचिस्ता शादा पे बलूचिस्ता को तलाराना इको तलाराना नाज़िना 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 बलूचाना नाज़िना बलूचाना नाज़िना बलूचाना नाज़िना बलूचाना नाज़िना बलूचाना दोस्त मनी दीदगी बरात वाजा हमीद चांद काशानी दे जोरा का महीना द्वार कशा रिश्तों को मार दिल बाटी देंगे ने वाजा जी समीर साहब दे जोरा का महीना द्वार मार दिल गोश्त
के या पैकी ईमान सुस्त कंते कहीं खुशी के या पैकी ईमान सुस्त कंते डालोट तगवत विवा सलामत तारा चकारे आगामना का जगह मलामत तारा चकारे वरग शराबे कुताम आदत तारा चकारे आगामना का जगह मलामत तारा चकारे हमारे पवन हमावराए हमारे सिंबल मेरे दाश्ता मदिला अमानत तारा चकारे आगामना का जगह मलामत वरग शराबे कुताम आदत तारा चकारे आगामना का जगह मलामत मैं सीना का चौका तीर पामादर दिहानो मैं सीना का चौका तीर पामादर दिहानो तो यक्की को शेमा सत तो यक्की को शेमा सा जंगे पर मैदाना दस्ताए तो बंगोना जंगे पर मैदाना दस्ताए तो बंगोना जंगे पर मैदाना तो चुंज बुजुर्ग कागत जंगे पर मैदाना सदरंग पतई वास्ता मंदी दगतु सीन सदरंग पतई वास्ता मंदी दगतु सीन वाह मिजान विकासानी सदरंग पतई वास्ता मंदी दगतु सीन सदरंग पतई वास्ता मंदी दगतु सीन लातानी मनी कीगा चंगे पर मैदाना सुनस बुजुर्ग कागा चंगे पर मैदाना दस्ताए तो बंगोना चंगे पर मैदाना सुनस बुजुर्ग कागा चंगे पर मैदाना कोशिश करें दूसरी चीज सालों पास से पूछो
जनानी पे वाजिब अरमो बता जनानी سلام دوستان عزیز این موقع ساعت سلام دوستان عزیز اینجا امرا بودیم که منتوار سلامت ممنون مرسی ممنون سبسکرایب لایک زیاد بکن سبسکرایب لایک بزن ام رشتهدار رفیق خانواده کلن بگو که بفرست حتما انگشتری بزن در گئی ٹیم 4 سالوں کے اینڈ ہوتا جانے شود کا جانا شودی کورے دور نے پسیلا جانا شودی جانا کشی دیکھے بانو روالہ کے تمام شود بھلے گھنٹی یا پراموش نہ کنے یوٹیوب چینل ہے تو کا ہم سے فارسی سر سب پراموش نہ شودے قدوم امی اول بگو که تا اینجا امرای ما بودی فلان خوب دوستان اینجا امرا ما بودی خوب دوستان عزیز الان ساعت 4 صبح خوب دوستان عزیز الان ساعت 4 صبح شما امرا ما بودی دیگه تشکر مرسی ممنون الان دولن رفتین جان شودک دولا سالوک رفتین جان شودک بعد دوباره بانور اوالش کنی که چجوری عروسی تمام دیگه گھنٹی پراموش نشده خب اینا از خواهرزاده و برادرزاده هم بیا اولولوی جنه چوٹو شمار اولولو جن چاپ بجنه نازک جنه نازک بجنه نازک چاپ بجنه بیا چاپ بجنه وی کا آو چاپ بجن ایسے یہ پزیلے یہ شمائلیں کند کم و پزیلہ آو اس نام ہے بے گران کا یہ کہیں سمرول یہ نہیں سمرول آئی شائستہ ہے شیبگا ایک اولنے سے یہ کہیں روبین نہیں یہ کہیں سمرول لینا ہے ہمیشہ یہ سمرول ہے چڑھت آو دکتانا بشتے سمرول یہ بھی شیبگا گولسوں میں گوار ہے آنی تھی گوار ہے تی نام کہیں سمرول تی نام کہیں رغائیے تی نام کہیں آنیے تی نجلہ بیا چارو تی آلیہ تی ایلسا مایا تا خب همانطور که داریم میبینین این یک 24 شوت گرفتیم برای ورود دوماد به سمت خونه که بره پیش عروس. کلیپو تا آخر دنبال کنین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره که بریم براتون بزنیم. 25 شوت از اینا قبلا از پاکستان می آوردیم ولی تک تو که چند تا کار میکرد چند تا کار نمیکرد و یه هفته تو مسیر بود با ماشین قاچاق می آوردیم یکم خطر داشت. الان خود ایران ما داره میدن ایران ببین داره قشنگ تولید میکنه، کیفیتش هم خیلی خوبه. جنید بیجینی
سالوں کا اچھا خوشحال ہے سالوں کا اچھا سالوں سارا بورس کا بیچار چاری سالوں کا بیچارے بیچارے ماشاءاللہ اکی آواز بورس ہے چارے نماز صبح بہت کانتے مردم واہ واہ شور نیم صبح شارے مایدا چینا کو مردم ارے انگو گیر بیا سالوں بیا سالوں کو واسپورٹ برا دے نا بوت گئے والله خب دوستان دمدمای صبح دیگه اصلی تموم شد منجل پنجل شما راو گوی گوڑا واشی لایکا بجان تمام کرده که بس نی باز گپ کوما بینی لایکا خب دوستان وزیر ما خسته شده خسته بوده امروز سر صبح دیگه یک صبح اومد آسمان نگاه کن سفیده دیگه لایک کامنت ضرور فراموش نشده دیگه اصلا گنٹی سر انگشتری گنگ بگو این کلیپ خیلی قشنگه این فیلم خیلی قشنگه نگاه کن شما نگاه کنی ام دستگوار رفیق کلن بده پیج نگاه کنم بس خیر بریم بریم بخوابیم دیگه بس 3 شبه 4 شبه تمام